جهت اجرای سریوقتی دستور سپارش‌های سرور دولت و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در سمت بهتر به راه ماندن صادرات محصولات کشاورزی به خارج کشور تمام ساختارهای مربوطه وظیفه‌دار گشتند که با استفاده از امکانات موجوده بر روند کارهای صادراتی در سال 2025 اهمیت جدی روانه سازند. با این مقصد در ایستگاه کارخانه واحد دولتی راه آهن ختلان با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، نمایندگان اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، صاحبکاران و شخصان متصدی شهر و ناحیه‌های ولایت همایش دایر گردید. گزارش در این خصوص. در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت منتظم به راه ماندن صادرات محصولات کشاورزی به خارج کشور طریق کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان در تالار کارخانه راه آهن ختلان با اشتراک مسئولین ساحه همایش برگزار گردید. طور رهبریت کارخانه راه آهن ختلان ابراز داشتند طی چند سال اخیر با توجه زیاد نسبت ساحه صادرات محصولات بروقتی از جمله پیاز از ایستگاه راه آهن ختلان و دیگر ایستگاه‌های حدود ولایت منتظم به کشورهای قزاقستان و روسیه و دیگر ممالک به راه مانده می شود. سال 2024 با پیشنهاد تخفیف از طرف کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان از تمام قلمرو کشور صادرات بیشتر گردید. امسال نیز در دایره همکاری‌های سودمند بین کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان با صادرکنندگان محصولات کشاورزی تخفیف نه تنها از طرف راه آهن تاجیکستان بلکه راه آهن کشورهای ذکر شده نیز به نظر گرفته شده است. در سالهای گذشته اکثر وقت صاحبکاران ضمن صادرات محصولات در بندوبست آن با مشکلی دچار می شدند. امسال رهبریت راه آهن ختلان این را به نظر گرفته شرایط ضروری و تخفیف را برای صاحبکاران پیش بینی نمودند که از نگاه اشتراکچیان موافق به مقصد می باشد. معاون رئیس ولایت ختلان نیز ضمن بیان اندیشه ابراز داشتند که امروز صادرات مال و محصولات از جمله پیاز بروقتی زیر توجه حکومت مملکت و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان قرار دارد. در این زمینه با صاحبکاران و دهقانان وابسته به مهیا شدن شرایط در ایستگاه‌های حدود ولایت ختلان برای صادرات محصولات کشاورزی به خارج کشور صحبت و واخوری‌ها را بیشتر کرد. تجربه ها نشان داده است که برای وارد شدن به بازارهای خارجی و موقع خاصه پیدا کردن آنجا باید ما محصولات کشاورزی از جمله پیاز را تا آخرهای ماه اپریل صادراتش را به راه مانیم، زیرا حتی اولهای ماه می ما موقع خاصه خود را تا حد از دست می دهیم. باید دهقانان و صاحبکاران با استفاده از همه سرچشمه ها برای ورود و دسترسی به خریدار اصلی در خارجه از تجربه پیشقدم زراعتکاری استفاده برند. امروز رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان برای دستگیری صاحبکاران در تمام سمت‌های خواجگی خلق از جمله صادرات مال و محصولات شرایط سازگار و امکانیت‌های فراخ را مهیا کرده است. تنها عزم و اراده قوی صاحبکاران برای صادرات محصولات ضرور است و بس. دیگر برآمدکنندگان نیز ضمن سخنرانی خود ابراز داشتند که امسال میتوان انتظار شد تا دهقانان و صاحبکاران قوی اراده با استفاده از چنین شرایط و امتیاز و تخفیف برای صادرات مال و محصولات به خارج کشور از امروز کمر همت بسته تا 20% محصولات نیاز اوله را از طریق ایستگاه‌های حدود ولایت به خارج کشور به فروش می‌گذارند. در قسمت آخر مسئولین برگزاری چنین همایش‌های سودمند را در آینده نیز موافق به مقصد دانستند.